سلام و خوش اومدید به یک گفتگو اینجا در پیج WDR for you. خیلی وقتا در روزهای اخیر و ماههای اخیر ما خبرهای بد میشنویم از پناهجویان و گاهی هم در لابلای خبرهای خوبی میشنویم و یکی از خبرهایی که در این روزها شنیدیم خبری از مونیخ بود از آقای مهدی. سلام به شما آقا مهدی. شما 10 ساله که آلمان هستین و اهل افغانستان هستین و الان مدال در واقع شجاعت و افتخار ایالت بایرن و شهر مونیخ رو بهتر بگم گرفتید. چی کار کردین که این مدال رو بهتون دادن؟ اول از همه سلام و خسته نباشید میگم به شما آقای اسماعیلی عزیز و تیم محترمتون که افتخار دادید که این خبر ما را پوشش بدید. بله، این یک اتفاق بود مربوط به اکتبر 2022 که در یک ایستگاه مترو اتفاق افتاد. من صبح زود داشتم به سمت کار میرفتم و تقریبا هلوهوش ساعت 5 صبح بود. یعنی تو ایستگاه مترو معمولا 5 صبح خیلی شلوغ نیست. دقیقا. بله، بعد همینطور من داشتم میرفتم و منتظر بودم که اوبان بیاد و سوار بشیم که از پهلوی 2 نفر رد شدم. اما این 2 نفر اول خب خیلی عادی کنار هم نشسته بودن، اما بعد از چند ثانیه اون شخص متخاذم و یا بهتر بگم اون شخص مهاجم، اون شخص مصدوم رو روی زمین انداخته بود و با ضربات مرتب و متوالی مشت به سر و صورت شخص مجروح به اون حمله ور شده بود. و اینکه من جلو رفتم و سعی شخص مهاجم رو دور کنم، هولش دادم به عقب و خواستم از اون شخص مصدوم دفاع کنم که اون شخص به سمت من حمله بود و خواست به من یورش ببره که من از خودم دفاع کردم، او رو به سمت عقب هل دادم و در همین حال گوشی خودم رو در آوردم و به پلیس زنگ زدم و خوشبختانه ایستگاه پلیس به نزدیکی همون ایستگاه مترو بود که پلیس هم خیلی زود رسیدن به محل. اما اون شخص مهاجم به محض اینکه دید که من گوشیمو در آوردم و به پلیس زنگ زدم، بلا فاصله شروع کرد و سعی کرد که از ایستگاه مترو فرار کنم و من هم به دنبال اون رفتم و